2021 یک سال نیست که هم تمالی تاریخ شود. نه تنها جنگ‌های مرزی، اعتراض‌های هزار نفری و نرخ‌های هوایی، بلکه نیزاهای عائلوی هم پرسر و صدا بودند. کرونا امسال هم بیدادگری کرد و ده‌ها چهره سرشناس و معروف تاجیک را از ما ربود. در آخرین روز ماه دکبر چشمانداز به حادثات و واقعات مهم 12 ماه امسال خواهیم داشت. از همراهیتان خوشحالیم. رفتیم. مثل که کرونا نو با سرعت پنجشوی و مقیاس فراگیری همه را غافلگیر کرد، طالبان اجریقوار افغانستان را تحت نظارت گرفت. همه حکومت همه شمول می‌خواستند، اما طالبان پشتون شمول را بهتر دانستند. اشرف غنی که اخیراً فساد زده ترین فرد سال اعلام شد، هنوز محضی طالبان به کابل نرسیده بود که به قفایش نگاه نکرده فرار کرد. در حالی که همسایه‌های دور و نزدیک افغانستان به تقدیر تن داده یکی یکی به حضور طالبان می‌رفتند، پرزیدنت تاجیکستان اعلام کرد که حکومت طالب شمول را به رسمیت نمی‌شناسد. حالا هم دوشنبه امارت اسلامی را رسما اعتراف نکرده است، اما با مقصد جنبه اقتصادی در مورد انتقال نیروی برق با آن کشور قرارداد همکاری امضا کرد. بیگومگوهای معمولی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان امسال به درگیری تبدیل یافت که ده‌ها قربانی و صدها زخمی داشت. خاروق شاهد تیرپرانی‌ها و اعتراض‌ها شد. در پی کشته شدن یک نفر بر اثر عملیات مقامات بیشتر از 1000 نفر گردی هم آمد. این حادثه قطع اینترنت را در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به دنبال داشت. حالا نیز اینترنت در این منطقه دستنارس باقی مانده است. روسیه ایزد اما را از شهروندی و تاجیکستان از آزادی محروم کرد. اولی برای 1 عمر، دومی برای 9 سال. روسیه چهارشنبه را از قلمروش اخراج کرد، تاجیکستان بازداشت. دوشنبه او را در برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی متهم می‌کند. اگر این اتهام ثابت شود، او را حکم طولانی‌تری از ایزد امان تهدید می‌کند. حزب دموکرات تاجیکستان از پرزیدنت کشور درخواست کرد تاجیکستان را عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا کند. حکمت الله سیف الله زاده، عضو زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است، مورد لطوکوب قرار گرفت. مقامات گفتند او را یک عضو زندانی رحمان گیتلر زده است. قضیه مدینه برای هر سه طرف هپی اند نداشت. مدینه محمدجانова به هوش نآمده در بیمارخانه فوتید. پرویز دولتوف 5 ماه و 4 سال و همسر قانونی او و متهم اساسی عزیزه دولتوف برای 10 سال روانه زندان شدند. در نخستین روزهای گشوده شدن مرز و اجازه پروازها، نرخ بلیط هواپیمایی در تاجیکستان آسمانی شد و آدمان در انتظار بلیط روز خود را به شب می‌رساندند. امسال دعوت به ارتش بر اساس قانون نو عملی گردید. تا حال روشن نیست که برای نرفتن به ارتش چه مقدار پول باید پرداخت شود و آیا امسال کدام قشر پول داده و به ارتش نرفتند. یک پهلوی دیگری عجیب قانونی نو این بود که مقامات گفتند دعوت دوام سال ادامه میکند. با مناسبت 30 سال استقلال 16000 نفر مورد عفو قرار گرفت. از جمله 10000 نفر از زندان و بازداشتگاه رها شدند. روسیه باشد اعلان کرد ممنوعیت ورود برای 300,000 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را بکار میکند. در تاجیکستان رحمت الله ظاهرов از رئیسی حزب سوسیال دموکرات کنار رفت. در آلمان انگلا مرکل کرسی صدر اعظم را ترک نمود. ظاهرov 19 سال کرسی را در اختیار داشت، مرکل 16 سال. خبر به جای دیگر کوچانیدن خانموزه صدرالدین عینی جامعه شهروندی را تکان داد. صدها نفر برای حفظ آن صدا بلند کردند. خوشبختانه این صداها شنیده شد و شهرداری اعلام کرد خانموزه حفظ می شود. امسال جایزه صلح نوبل را 2 ژورنالیست دیمیتری مراتوی روس و ماریا ریسای فیلیپینی به خود اختصاص دادند. نرخ سبزی مرز 11 سامانی را گذشت و برای چند مدت همنشین محصولات دستنارس گردید. بنزین هم خودش را سبزی فکر کرد که در ساخت فروشی ها نرخ آن تا نزدیک 12 سامانی رسید. حالا سبزی دوباره برای بای و کمبغل دسترس شد، اما بنزین از 10 سامانی پایین فرآمدن نمیخواهد. در دوشنبه ارزش راهگیرها برای نقلیات جمعیتی و تاکسی ها مثل دیگر منطقه های کشور بالا رفت. ایرس هم که یگانه راه زمینی پیوندگر ولایت سوخت با پایتخت کشور را پلکی کرده است، در این میان قفا نماند و ارزش گذشتن از دروازه‌هایش را بالا برد.
فیلم کوتاه سربار ساخته سیمرغ سینمای تاجیکستان از یگان جشنواره دستی خالی بر نگشت. تا امروز نزدیک 10 جایزه را صاحب شده است که میانشان شاه جایزه ها نیز هستند. تیم فوتبال استقلال بار اول به لیگ قهرمان‌های آسیا راه یافت و تا دور 8 نهایی رسید. اما تیم ملی المپی تاجیکستان از بازی‌های المپی توکیو بدون مدال برگشت. ولی اکملالدین کریموف در سبقت جهانی سامبوی تاشکند به عنوان قهرمان دست یافت. خوشقدم خسرو باشد از در این مسابقه مدال نقره را به گردن آویخت. جایزه توپ طلایی را مسی گرفت، اما در هندوستان نیم پیکره رونالدو را نصب کردند. در عربستان سعودی 40 اشتر را برای بوتوکس یا قفز کردن لب‌هایشان به آزمون زیبایی راه ندادند. و هنرنمایی منیژه سنگین تاجیک دختری مقیم روسیه در یوروویژن سر و صداها برپا کرد. در سال 2021 ده‌ها فرزند فرزانه ملت به حق پیوست. آوازخوان‌های پرآوازه قربانعلی عبداللهیف، قربانعلی رحمان، هنرمندان سرشناس تئاتر و سینما حبیب الله عبدالرزاقوف، همسر او فاطمه غلامووا، ناصر حسنوف، نظیرمد موسایوف، شیرعلی عبدالقیسوف، حجب‌نگاران شناخته رحماندوست قربانیان، قیام‌الدین چقلوف، عبیدالله رجبوف، کارگردان شناخته سفربک صالح، چهره‌های دیگری معروف هنر و فرهنگ اصلبگیم سعادت و آزادماه محترم و باباجان عزیزوف، منور منصور خواجه‌ایف، شاعران شناخته سیدعلی معمور، سلیمشاه حلیمشاه، ادیبان شوکت نیازی، حیات نعمتی سمرقندی، اقدم خالق نظر، شرقشناس پرویز ترسونزاده، اکادمیکا حکمت مومینوف، کریم حیدرف، ژورنالیست و سخنگوی حکومت شهر اسفر اقبال تشایف، روحانی معروف دامولا حکمت الله تاجیک‌آبادی و حقوق شناس عبدالقیوم یوسفوف این جهان را ترک نمودند. دوستان عزیز، فکر میکنید کدام خبر و واقعات مهم بودند که اینجا صرف نظر شدند؟ لطفاً در کامنتاریا بنویسید و هم بنویسید که شخصاً برای شما مهمترین خبر یا واقعات در سال 2021 کدام بود؟ تا دیدار نوبتی در خبرشوی دیگر در سال 2022 شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و یاورتان. خودتان را احتیاط کنید. خیر.